درود به شما دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید حالتون عالی باشه. 16 تیر ماه با تحلیل بیت کوین و شاخص‌های مهم بازار در خدمتتون هستیم. همونطور که دیروز خدمتتون عرض کردیم، با ریزشی که توی بازار شاهد بودیم، خب کندل روزانه‌ای که تونست وارد ناحیه حمایتی 58434 بشه، تونست زیر اصطلاحاً اون ناحیه حمایتی بسته بشه و میانگین 200 رو هم بشکنه و این باعث شد که در کندل بعدش خیلی راحت بتونه فشار فروش بیشتری رو تحمل بکنه و وارد ناحیه حمایتی 54000 دلار هم بشه، ولی خب توسط این ناحیه ریجکت شد و تا حمایت قبلی خودش که عدد 56000 دلار بود برگشت، ولی متاسفانه نتونست به صورت قابل قبولی در کندل روزانه دیروز بالای حمایت 56600 دلار بسته بشه و این باعث شد که در کندلی که جدیداً باز شده و 19 ساعت و نیم دیگه ازش مونده، خب قیمت خیلی راحت پایینتر از این ناحیه حمایتی قرار بگیره. با توجه به این که هم زیر میانگین 200 قرار گرفته و همین که الان پایین این ناحیه حمایتی مهم داره معامله میشه، اگر این کندل نتونه قیمت رو برگردونه و بالای ناحیه 58434، چون دیگه الان ناحیه 56600 یک ناحیه از دست رفته محسوب میشه و اگر نتونه بالای ناحیه 58434 برگرده، انتظار این رو داریم که مجدد ناحیه 54975 و همچنین 51000 دلار، 51920 دلار و انتها 50541 دلار هم تاچ بشه و بایستی دید که این کندله به چه صورت بسته میشه. تحلیل اتریوم رو داریم. خب اتریوم هم چیزی تقریبا شبیه با بیت کوین عمل کرد و بعد از وارد شدن به ناحیه حمایتی 3134 تونست زیر میانگین 200 بسته بشه و این باعث شد که خیلی راحت بتونه با کندل روزانه بعدیش به ناحیه حمایتی 2863 همونجور که گفتیم نفوذ بکنه و توسط این ناحیه که یک ناحیه بسیار مهم تقاضا هست ریجکت بشه و در حال حاضر بین ناحیه حمایتی 2863 و 3059 دلار داره معامله میشه و از اونجایی که زیر میانگین 200 قرار گرفته و الان ناحیه‌های حمایتی که بالای این قرار گرفتن تبدیل به یک ناحیه مقاومتی میشن براش، احتمال این وجود داره که قیمت مجدد بتونه تا کف تقاضا که 2863 دلار باشه حرکت بکنه. اگر این ناحیه مجدد به این ناحیه نفوذ داشته باشه و این ناحیه رو تحت شعاع خودش قرار بده و بتونه زیر این ناحیه تثبیت بده، انتظار این رو خواهیم داشت که قیمت بتونه تا 2722 دلار هم ریزش داشته باشه. پس بایستی منتظر موند که ببینیم این کندله به چه سمتی حرکت خواهد کرد. از اونجایی که به آخر هفته هم بچه‌ها داریم نزدیک میشیم، خب بحث شدن کندل هفتگی بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در شروع هفته دیگه با ما همراه باشید، حتما جزئیات بیشتری رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. خب مارکت کپ آلت کوین ها رو با هم دیگه بررسی داشته باشیم. در تایم فریم روزانه با ورود کردن به ناحیه 566 بیلیون دلار، همونجور که چند روز قبل خدمتون عرض کردیم که اگر زیر این ناحیه تثبیت بده میتونه تا کف این ناحیه که 523 بیلیون دلار هم هست ریزش داشته باشه، یعنی بازار آلت کوین ها ریزش رو تجربه بکنن که همین اتفاق هم افتاد و کندل 24 ساعته زیر ناحیه 566 بیلیون دلار بسته شد و دیدیم که خیلی راحت به کف 523 بیلیون دلار رسید، ولی خب توسط این ناحیه بسیار مهم ریجکت شد و در حال حاضر بین این دو تا ناحیه بسیار مهم داره معامله میشه و اگر که نتونه در کندل فعلی که بسیار تاثیرگذار خواهد بود، در این کندل فعلی نتونه خودش رو بالای 566 بیلیون دلار برسونه، بچه‌ها انتظار این رو خواهیم داشت که مجدد اصلاح بیشتری رو در بازار آلت کوین ها شاهد باشیم. پس بسته شدن این کندل هم بسیار بسیار برای ما حائز اهمیت خواهد بود. بریم سر وقت دامیننس تتر که بسیار جالب و بسیار مهمه.
خب همونجور که طی روزهای پیشین خدمتون عرض کردیم، در یک مثلث صعودی در حال حرکت بود که با شکسته شدن، یعنی با شارژ شدن روی ناحیه حمایتی، ببینید 5.02 در این ناحیه که دقیقاً بهتون اعلام کردیم اگر نتونه پایین این ناحیه حمایتی تثبیت بده میتونه از همینجا لگ صعودی خودش رو حرکت بکنه و همین اتفاق هم افتاد و از اینجا با یک کندل قدرت تونست میانگین 200 رو بشکنه و انتظار این رو خیلی راحت داشتیم که با شکستن میانگین 200 بتونه سقف مقاومتی خودش رو هم بشکنه که دقیقاً همین اتفاق افتاد و با تثبیت بالای این ناحیه مقاومتی خب انتظار این رو داشتیم که رشد خیلی بیشتری رو ببینیم ازش. در حال حاضر خب یک اصلاحی رو داشته مقطعی و تا کف این ناحیه حمایتی که الان، ناحیه مقاومتی که الان براش دیگه به عنوان یک حمایت عمل میکنه، برگشته و مجدد روند صعودی خودش رو ادامه میده. خب چیزی که در رابطه با دامیننس تتر در نظر داریم و فکر میکنیم که اتفاق بیفته محتمل تر هست اینه که شاید در این ناحیه یک اصلاحی رو مقطعی انتظار داشته باشیم. یعنی اگر اصلاح عمیقی رو حالا بتونیم مثلا پیش بینی بکنیم، نهایتا تا کف این ناحیه حمایتی هستش. یعنی قرار نیست که دامیننس تتر دامیننس تتر بیاد و اصلاح خیلی زیادی رو انجام بده که بازار بتونه رشد خیلی عجیبی رو به خودش ببینه. یعنی نهایتا اصلاحی که بتونه بکنه همین ناحیه 5.46% هست یا تا کف این ناحیه حمایتی که الان براش قرار گرفته 5.22% هست و نهایتش همین نقطه حمایتی که لگ صعودی خودش رو حرکت کرده میتونه یک ناحیه به قولن کف براش در نظر گرفته بشه که اگر قیمت به اینجا برسونه مجدد میتونه لگ صعودی خودش رو انجام بده. ولی خب در حال حاضر فاز صعود داره و میتونه از این ناحیه 5.46% به عنوان یک ناحیه تکیه‌گاه برای حرکت‌های بعدی خودش و موج دوم خودش استفاده بکنه. انتظار میره که در کل مجدد بتونه در این نواحی پس از اصلاح مقطعی روند صعودی خودش رو ادامه بده. بریم سر وقت دامیننس بیت کوین که حالا خیلی جالب بود تو این چند روز. بچه‌ها ببینید همونجور که خدمتون عرض کردیم در یک روند، در یک مثلث صعودی در حال حرکت بود طی یک ماه گذشته که دوبار همونجور که گفتیم دوبار به کف مثلث برخورد داشت و سریعاً ریجکت شد و روند برگشت توی مثلث و روند صعودی خودش رو ادامه داد و خب چیزی که اتفاق افتاد طی یکی دو روز اخیر با ریزش بسیار زیادی که بیت کوین داشت، ولی دامیننس بیت کوین ریزش آنچنانی رو تجربه نکرد و در حال حاضر ابر ایچیموکویی که اینجا قرار گرفته زیر کندل روزانه است و میتونه یک حمایت خوب رو براش ایجاد بکنه. از اون طرف میانگین 100 هم دقیقاً این ناحیه قرار گرفته و میتونه یک حمایت خوبی رو براش ایجاد بکنه. خب این نشون دهنده اینه که وقتی قیمت بیت کوین ریزش داره ولی دامیننس بیت کوین ریزش نداره، یعنی اینکه خیلی از افراد و مردم، نهنگ ها این قیمت، یعنی قیمت 53,000 54,000 52,000 رو قیمت خیلی مناسبی برای خرید میدونن. یعنی اصطلاحاً کف قیمتی میدونن که فکر میکنن قیمت میتونه از اینجا موج دوم حرکتی خودش، حرکت صعودی خودش یا همون اصطلاحاً آلت سیزنی که میخواد اتفاق بیفته رو ایجاد بکنه. پس انتظار این رو داریم که پس از یک اصلاحی که الان داره اتفاق میفته در این ناحیه مقطعی بتونه خودش رو به سقف مثلث برسونه یا حتی اون سقف مثلث رو بشکنه و در صورت اصلاح زیاد هم میتونیم کف مثلث رو به عنوان یک ناحیه حمایتی براش بدونیم و آخرین کف هم میتونیم میانگین 200 رو در نظر بگیریم. به نظر من با نزدیک شدن به انتهای هفته و حاکم شدن ترس بر بازار، اگر که بتونیم تا بسته شدن کندل هفتگی و شروع شدن کندل جدید صبر بکنیم میتونیم نتایج خیلی بهتری رو بگیریم. از هر کجایی که ویدیوی ما رو میبینید وبسایت رسمی ما با آدرس امیر پارسایی رو حتما دنبال بکنید. کانال تلگرامی ما که اینجا درج شده امیر پارسایی
دنبال بکنید، از تحلیل های آلت کوین ها و همچنین تحلیل های روزانه و آموزش های حرفه‌ای ما هم استفاده بکنید.